اگه یه روز بفهمی شوهرت نیمه شب پای برهنه داره میره سمت یه زن که بالای کوه منتظرشه و وقتی صداش میزنی حتی بر نمیگرده چی کار میکنی؟ من دنبالش رفتم. اون به هم گفت شوهرم رو پس بده. سلام دوستان، به کانال سرداب تاریک خوش اومدین. چیزی که الان براتون تعریف میکنم یه داستان معمولی نیست. یه اعترافه و یه تجربه واقعی از بین شماها و از چیزهایی که شما برای من ارسال کردین. اگر الان دارید این داستان رو میشنوین یعنی خودتون انتخاب کردید که وارد این تاریکی بشید. پس تا آخرش با من بمونید. همه چیز از یه کمپ ساده شروع شد. من و علی هر سال سالگرد ازدواجمون یه جای دنج داشتیم توی جنگل که هر سال به مناسبت سالگرد ازدواجمون میرفتیم اونجا و 4 روز کمپ میزدیم تا استراحت کنیم. چون هر دومون کارمند بودیم و خسته میشدیم به خاطر حجم فشار کاری بالایی که داشتیم نمیتونستیم خیلی مسافرت بریم یا با دوستامون مهمونی بریم. بنابراین برنامه‌مون این بود که هر سال به خاطر سالگرد ازدواجمون به خودمون استراحت بدیم و دوتایی وقت بیشتری برای خودمون بذاریم. اما امسال سالگرد ازدواجمون خیلی متفاوت بود و اتفاق عجیبی توی اون 4 شب برامون افتاد که زندگیمون کلاً عوض شد. من و علی تو شرکت نفت کار میکنیم. هر دومون اونجا با هم آشنا شدیم و اردیبهشت سال 91 با هم ازدواج کردیم. یه خونه نقلی سمت تهران پارس داشتیم و زندگی خوبی رو با هم میگذروندیم. علی عاشق شمال و جنگلاش بود و همیشه به هم میگفت توی دوران مجردی هم میرفته شمال چند روزی استراحت میکرده و کمپ میزده. علی خیلی اهل شلوغی نبود، برعکس من که خیلی دوست داشتم دورم شلوغ باشه و اهل مهمونی رفتن و مهمونی دادن بودم. ولی خب از اونجایی که آرامش علی و اخلاق علی رو دوست داشتم به خودم از همون روز اول گفتم زندگی زناشویی یعنی این که به سلیقه هم احترام بذاریم و باعث رنجش هم نشیم، چون فقط زن و شوهر هستن که تا آخر عمر برای هم میمونن، نه هیچ چیز دیگه. برای 4مین سالگرد ازدواجمون طبق معمول هر دوتامون مرخصی گرفتیم. من همیشه به یکی از دوستام که اسمش راهله بود میگفتم چه تاریخی و چه ساعتی حرکت میکنیم. ولی کلاً علی دوست نداشت کسی در جریان حتی محل کمپمون باشه. میگفت ممکنه جای دنجی که داریم رو متوجه بشن و از بکر بودنش در بیاد. اما نمیدونم چه حسی بود من داشتم، درکش نمی کردم. با این حال هر سال به راهله میگفتم. شب قبل از حرکت هم به راهله زنگ زدم و گفتم فردا صبح با علی میریم همون جای همیشگی سمت گیلان و راهله هم مثل همیشه به هم میگفت شما دوتا زن و شوهر خوب با هم میرین گل و گردشا، بابا یه بارم ما رو ببرید بدونیم این جای قشنگ و دنجی که این علی آقای مجنون رفیق ما رو میبره کجاست. قول میدیم خلوتتون رو به هم نزنیم. منم میخندیدم و میگفتم باشه، سری بعد حتما میبریمتون. علی همه وسایل‌های کمپ رو خودش هر سال می‌بست و جمع می‌کرد. منم تدارک خورد و خوراک رو می‌دادم. کنسرو و تخم مرغ و این چیزا رو برمی‌داشتم. صبح ساعت 4 رو افتادیم و رسیدیم گیلان. جاده‌ای که با علی می‌رفتیم، اون سمتی که همیشه کمپ می‌زدیم، یکم پرپیچ و خم بود. از دل یه روستا رد می‌شد. خیلی آدم‌های زیادی تو اون روستا زندگی نمی‌کردن. روستا رو باید حدوداً 70 کیلومتر رد می‌کردیم تا برسیم جای همیشگیمون. حدود ساعت 10 صبح رسیدیم و علی گفت مریم گلی بساط چایی رو به پا می‌کنی؟ منم که وقتی علی میگه مریم گلی دلم غش میره. با کمی اشوه و ادا و لوسبازی گفتم بله، چرا نمیشه علی آقای گل؟ علی یه لبخند شیطنت آمیز زد و رفت و چوب جمع کنه که بتونیم نهار رو بخوریم. دور از محل کمپ ما یه کوه بود که ارتفاع خیلی زیادی نداشت و روبرومون یه رودخونه که خیلی هم بزرگ نبود. جای دنجی بود، واقعا اینجا رو دوست داشتم، مخصوصا سکوتشو. دمدمای غروب شد و نزدیک ساعت 8 شب شام خوردیم و رفتیم توی چادر خوابیدیم. علی از اون آدمای خوشخواب بود که تا سرشو میذاشت روی بالش خوابش میبرد. اما من وقتی جام عوض میشد کمی زمان میبرد تا خوابم ببره. با اینکه اینجا جای همیشگی بود تا بخوام چشام گرم بشه زمان میبرد. یکم توی گوشیم عکس‌ها و فیلم‌های قدیمی رو نگاه کردم و کم کم چشمام سنگین شد و خوابم.
نمیدونم چقدر خوابیده بودم. یه صدای خیلی آروم اما کشدار زیپ چادر رو باز کرد. چشمامو نیمه باز کردم. تاریک بود. زمزمه کردم علی، ولی جوابی نیومد. یه حس سنگینی افتاد روی قفسه سینم. دوباره گفتم علی، داری میری بیرون؟ جوابی نشنیدم. با خودم گفتم خب لابد داره میره برای دستشویی و بیخیال شدم. اما علی همیشه زیپ چادر رو میکشید. بیخواب شده بودم. نگاه به ساعت موبایلم انداختم، دیدم ساعت نزدیک 2:30 نصف شبه. دیدم علی که رفتنش طولانی شد، از چادر اومدم بیرون. چراغ گوشیمو روشن کردم و صداش کردم. چند بار خیلی آروم صدا زدم. علی، علی، اما جوابی نشنیدم. یه لحظه دلم هوری ریخت. علی همیشه جواب میداد، ولی این بار سکوت بود. رودخونه خیلی با هم فاصله نداشت. یه لحظه چشام رفت سمت رودخونه. دیدم انگار کسی اونجا ایستاده. گفتم حتما علیه. چرا قوه داشتم توی کوله پشتی. برداشتم رفتم سمت رودخونه. چند قدم مونده بود برسم. مدام آروم صدا میزدم. علی تویی؟ علی چرا جواب نمیدی؟ برای چی اومدی اینجا؟ نزدیک که شدم دیدم خود علی ایستاده دم رودخونه، اما تکونی نمیخوره. یکم دیگه باهاش فاصله داشتم و دیدم که نزدیک رودخونه دقیقاً جایی که آب میرسه پای همون کوه یه سایه‌ای بود. نمیتونستم بفهمم زن بود یا مرد. فقط قدش زیادی بلند بود. تکون نمیخورد. عین مجسمه بود. اما دیدم علی همونطوری خشک و بی حرکت خیره شده بود به یه نقطه. صورتش خالی از هر احساسی بود. عین مجسمه بود. فقط میرفت جلو. اونم پا برهنه. ترسیدم. چون هر چقدر صداش میکردم اصلا واکنشی نشون نمیداد. علی خیلی سری راه میرفت. دلشوره عجیبی داشتم. پشت سرش رفتم. دقیقاً شاید تو 5 متریش بودم. هی صداش میزدم. علی معلوم هست داری کجا میری؟ اما اصلاً حتی پشت سرش رو نگاه نمی‌کرد. نزدیک کوه که شدم دیدم علی پیچید توی مسیری، انگار یه جاده بود، یه مسیر خیلی خاکی و باریک که میرفت به سمت بالای کوه. دستام یخ کرده بود. تپش قلب گرفته بودم. سرمو بردم بالا که کوه و مسیر رو نگاه کنم. دیدم که یه زنی بالای کوه ایستاده. متوجه شدم دقیقاً پشت کوه یه غاری هست که هیچ وقت من اصلاً ندیده بودمش و علی هم اصلاً راجع بهش چیزی بهم نگفته بود. علی رسیده بود بالا و به چشم هم زدنی دیدم هر دوشون غیبشون زد. ضربان قلبم جوری شدید شده بود که حس می‌کردم ممکنه الان سکته کنم. به سختی تونستم اون مسیر رو برم بالا و رسیدم جلوی در غار. تمام بدنم میلرزید و مدام علی رو صدا میزدم. با عصبانیت داد زدم اگه این یه شوخیه باید بگم اصلاً خوشم نیومد علی. بهت میگم بیا بیرون. من اصلاً از اینجور شوخی‌ها خوشم نمیاد. پیش خودم میگفتم شاید از کارها و چه میدونم از اینجور چیزا که سورپرایز میکنن اولش میترسونن و شوکه میکنن، علی با راحله و شوهرش هماهنگ کرده بیان اینجا. هیچ صدایی نمیشنیدم. انقدر ترسیده بودم که صدای ضربان قلبمو کاملا میشنیدم. ترجیح دادم برم داخل. چند قدم که برداشتم و رفتم داخل غار، چراغ رو روشن کردم و یه بوی گندیده و گرم پیچید توی هوا. نفس سرد و مرطوبی خورد پشت گوشم. صدام در نیومد. حس کردم یه چیزی بی صدا خیلی نزدیکه. همونجا وایسادم. صدای نفس کشیدنشو پشت سرم احساس می کردم. اما صدای نفسش یه جور عجیبی بود. یه بوی عجیب مثل گوگرد زد توی بینیم. حس کردم نفسش روی پوستم قل میخوره. اومدم برگردم و نگاه کنم که صدای جیغ بدی رو شنیدم. صدایی که انگار دارن موهای یکی رو میکشن. صدای جیغ شبیه ناله بود. انگار نمیدونم داره یکی شکنجه میشه. انقدر صدای جیغ وحشتناک بود که از ترسم از غار زدم بیرون و نفهمیدم چجوری اومدم پایین کوه. دست و پاهام میلرزید. هنوز صدا رو میشنیدم. حتی همش حس میکردم هنوز اون شخص پشت سرمه.
خودم رو رسوندم به چادرم و گوشیم رو برداشتم و زنگ زدم سریع به 110. اصلا آنتن نداشتم. اونجا گوشیم بوق نمیخورد. مدام شماره میگرفتم. شماره راحله، شماره 110. مشغول شماره گرفتم بودم که یهو دیدم علی پشت سرم در اومد و گفت مریم گلی. انقدر ترسیده بودم تا برگشتم و علی رو دیدم زدم زیر گریه و پریدم بغلش. فقط میلرزیدم. علی با تعجب گفت چی شده؟ چرا تو اینجوری هستی؟ چرا گریه میکنی؟ من با گریه و فریاد و ترسم مدام داد میزدم تو کجا رفتی؟ تو توی کوه چی کار میکردی؟ اون زنه کی بود؟ علی هاج و واج مونده بود. هی میگفت معلوم هست چی میگی؟ زنه کیه؟ کوه چیه؟ من رفتم دستشویی و اومدم عزیزم. داستانو براش تعریف کردم. اصلاً باور نکرد. بهش گفتم صبح جمع میکنیم برمیگردیم تهران. خیلی ناراحت شد. چون دقیقاً فرداش سالگرد ازدواجمون بود. هرچی اصرار کرد گفتم نه. من میخوام برگردم. تا صبحش نخوابیدم. همش ترس داشتم. ساعت 5 صبح وسایلا رو جمع کردیم و علی مشغول بردن وسایلا به سمت ماشین شد. من با ترسی که داشتم یه نگاهی به کوه انداختم. هنوزم حس می‌کردم اون زنه اونجاست. اما فقط می‌خواستم اونجا رو ترک کنم. تو راه برگشت بینمون فقط سکوت بود و علی اصلاً انگار نه انگار اتفاقی افتاده. صدای ضبط ماشینش رو بلند کرده بود و میگفت عزیزم بیا تو راه بریم رستوران محلی همینجا ناهار بخوریم. ولی من با عصبانیت داد زدم و گفتم هیچی نمیخوام. فقط برگردیم خونه. دیگه هیچ وقتم نمیخوام بیایم اینجا. علی حسابی شوکه شده بود از این رفتار من. رسیدیم تهران. بدون اینکه اصلاً کمک علی بکنم که وسیله ها رو بیاره، رفتم توی خونه. بهش گفتم میرم دوش بگیرم و میرم میخوابم. توی حموم مدام همش حس میکردم هنوز یکی پشت سرمم و صدای نفسهای چندشاورش رو حس میکنم. از حموم که اومدم دیدم علی تمام وسیله ها رو تنهایی آورده توی خونه. با لبخندی که معلوم بود انگار ناراحته و دل شکسته بهم گفت عافیت باشه مریم گلی خانوم. بدون اینکه حتی جوابشو بدم رفتم توی اتاقم. انقدر سرم درد میکرد که یه مسکن خوردم و خوابیدم. نمیدونم چقدر خوابیده بودم اما با صدای تلفن خونه از خواب پریدم. فکر میکردم علی خونه است. دیدم صدای زنگ تلفن طولانی شد. بلند شدم و رفتم گوشی رو برداشتم و گفتم الو سلام مریم خوبی؟ علی زنگ زده گفته برگشتید. راحله بود. نمیدونم چی شد یهو زدم زیر گریه. به راحله گفتم راحله تو رو خدا سریع بیا خونمون. مدام پشت گوشی ازم میپرسید چی شده مریم؟ چرا گریه میکنی؟ ولی من بهش میگفتم راحله فقط سریع بیا خونمون. 2 ساعت بعد راحله رسید. اصلا نمیدونم علی کجا رفته بود. فقط داشتم به ماجرای دیشب فکر میکردم و از دستش خیلی عصبی بودم. راحله رسید و اومد خونمون. کل ماجرا رو برای راحله تعریف کردم. بدجوری با تعجب به حرفام گوش میداد. حس کردم فکر میکنه توهم میزنم. بهم گفت دختر چی میگی؟ این چرت و پرتا چیه میگی؟ نکنه شبش با علی زیادی مشروب خوردین؟ با عصبانیت گفتم تو نمیدونی من زخم معده دارم نمیتونم مشروب بخورم. آدم باش راحله. دارم باهات جدی حرف میزنم. یه مدت سکوت کرد راحله و گفت به علی گفتی؟ اون چی گفت؟ گفتم آره بهش گفتم. اصلا زیر بار نمیره. اصلا میگه من نبودم. الانم خبر ندارم کجا رفته. راحله با کنایه گفت با این بساطی که تو به پا کردی معلومه تفلک نمیمونه توی خونه. ترسیدم. بلند شدم گوشیمو برداشتم و شماره علی رو گرفتم. چند تا بو خورد و رد تماس کرد. به راحله گفتم ببین رد تماس کرد. علی سابقه نداره جواب منو نده. دیدم برام پیامک اومد و نوشته بود ساعت 9 شب آماده باش لطفاً. ازت خواهش میکنم عزیزم. راحله بهم نگاهی کرد و گفت پاشو دیوونه. میخواد سورپرایزت کنه به خدا. این پسر رو چه به این کارا؟ علی عاشقته به خدا. میخواد غافلگیرت کنه. تو دلم گفتم نکنه واقعا تمام این برنامه‌ها برای امشب بوده. به راحله گفتم باشه من حاضر میشم. نمیدونم قراره کجا بریم اما این ترسی که توی دلمه نمیذاره آروم و قرار بگیرم.
راحله خدافزی کرد و رفت. نگاه کردم به ساعت، دیدم نزدیکای 9. سریع حاضر شدم و منتظر بودم که علی زنگ بزنه. علی بعدش زنگ زد و بهم گفت مریم گلی بیا پایین. رفتم پایین. سوار ماشین شدم. بهم گفت میخواد ببره منو یه جای خوب. هرچی اصرار کردم کجا؟ گفت بذار حالا بریم. از جاده تهران خارج شدیم. علی موسیقی از شجریان گذاشته بود و زمزمه میکرد. با یه لبخند مدام بهم نگاه میکرد. ته دلم هم ذوق داشتم بدونم کجا میریم، هم یه دلشوره عجیبی داشتم. رسیدیم بام کوه. هر وقت حالم بد بود می اومدیم اینجا. علی یه جا نگه داشت و گفت بیا پایین. پیاده شدیم و جفتمون به ماشین تکیه داده بودیم. از دور شهر رو نگاه می کردیم. علی دستامو گرفت و گفت تو همه چیز منی مریم. من تو این زندگی هر تلاشی میکنم فقط برای اینه که بتونم تو رو خوشحال کنم. این جملات یه جورایی برام تازگی داشت. بهش نگاه کردم و اون همچنان با نگاه خیره‌ای که داشت بهم حرفای عاشقانه میزد. محو حرفاش شده بودم که یهو صدای ترکیدن بادکنک و روشن شدن فشفشه رو پشت سرم حس کردم. جوری جیغ زدم و ترسیدم که داشتم از پشت سر میخوردم و میافتادم روی زمین که علی بغلم کرد. راحله و شوهرش و چند تا از دوستامون با کیک اومده بودن. گفتم راحله تو کی وقت کردی بیا اینجا؟ گفت ما اینیم دیگه، با موتور اومدیم سری. خلاصه اون شب رو با جشن و شادی گذروندیم و علی مدام دستای منو میگرفت و میبوسید. شبش اومدیم خونه و علی توی دستش یه جعبه کوچیک بود و گفت اینو میخواستم دیشب بهت بدم اما نشد. اما الان بازش کن. بازش که کردم دیدم که گردنبنده، اما یکم عجیب بود و یه سنگ سیاه داشت. بهش گفتم سنگش چیه؟ گفت یکی از دوستای قدیمی پدرم تو کار سنگ‌های قیمتیه. بهم گفته این یاقوت سیاهه و خیلی ارزشمنده. منم دوست داشتم امسال برات یه چیز متفاوت بخرم. راستش خیلی هدیه‌اش به دلم ننشست، اما اصلا دلم نمیخواست متوجه بشه که از هدیه‌اش خوشم نیومده. چون امشب خیلی زحمت کشیده بود و واقعا مشخص بود دلش میخواست منو خوشحال کنه. منم ازش تشکر کردم و بهش گفتم گردنبند رو برام ببنده دور گردنم. اون شب گذشت و منم سعی کردم همه چیزو فراموش کنم. 5 ماه از جریانمون میگذشت. مدتی بود اصلا درد معده نداشتم. اما انگار باز دوباره این دردا شروع شده بود. مدام سر کار از شدت معده درد و حالت تهوع اذیت میشدم. یه روز سر کار به شدت فشارم اومد پایین و حالم بد شد. جوری که اصلا یادم نمیاد چه اتفاقی افتاده بود. چند تا از همکارام دورم حلقه زدن و گفتن بیا حتما ببریمت دکتر. ولی من با اصرار گفتم نه چیزی نیست. علی طبقه بالای اداره بود. انگار بهش خبر داده بودن. سراسیمه و با نگرانی اومد پیشم و گفت چی شده؟ گفتم هیچی، مال فشارمه. فقط خیلی معده درد بدی دارم و مدامم سرم گیج میره. علی بیشتر انگار ترسیده بود. به اصرارش مرخصی گرفتیم و مدام میگفت باید بریم دکتر و منم میگفتم لازم نیست. همون داروهای قدیمیمو میخورم خوب میشم. اما واقعا حالم خوب نبود. نزدیک محل کارمون یه مطب دکتر بود و رفتیم اونجا. فشارمو که گرفت دکتر گفت باید سرم بزنم. تا علائم رو فهمید از من سوال کرد خانم باردار نیستی؟ من با تعجب چشام گرد شده بود. گفتم چی؟ نه فکر نکنم. علی پشت سرم بود. دکتر نبضمو گرفت و گفت توصیه میکنم این آزمایشات رو حتما انجام بدید. هم یه ترسی توی جون جفتمون افتاده بود که نکنه راسته و همین که شاید یه چیز دیگه ای باشه. خلاصه علی مرخصی گرفت برای جفتمون و صبحش رفتیم برای آزمایش. دل تو دلم نبود که نکنه حرف دکتر راست باشه. از همون داروخونه یه بیبی چک خریدم و اومدیم خونه. علی دل تو دلش نبود. تا بخواد نتیجه آزمایش بیاد مدام توی ماشین میگفت رفتیم خونه سریع تست رو بزن. نمیتونستم تشخیص بدم خوشحاله یا بیشتر استرس داره. رسیدیم خونه و من رفتم تا تست رو انجام بدم. علی روبروی مبل منتظر نشسته بود. خودم وقتی نتیجه تست رو دیدم شوکه شده بودم. وقتی اومدم بیرون علی کاملا زل زده بود به من. آب دهنش رو قورت داد و گفت چی شد؟ گفتم مثبته. بعدش بهش گفتم علی به خدا اینا گاهی خطا میده. باید صبر کنیم تا نتیجه آزمایش بیاد.
ولی چهره علی که انگار سرشار از ذوق و خوشحالی همراه با اضطراب بود گفت چی میگی؟ مگه نمیگی مثبته؟ من دارم بابا میشم. جوری خوشحال شده بود که از خوشحالیش منم خوشحال شدم و گریم گرفته بود. چند روز بعد که نتیجه آزمایش حاضر شده بود دیدم علی با شیرینی اومده محل کار و داره شیرینی پخش میکنه. دیگه مطمئن شدم من باردارم. همه به همون تبریک گفتن و علی میگفت دیگه باید بیشتر به خودم توجه کنم و سر کار کمتر بیام. شب به راحله زنگ زدم و خبر بارداریمو بهش پشت تلفن گفتم. کلی ذوق کرد. اون چند روز حس و حال خیلی خوبی داشتیم. قرار بود یکی به جمع ما اضافه بشه. اونم یه بچه. مدتی از بارداری میگذشت و طبق آزمایشاتی که انجام دادیم دکتر تشخیص داد حدوداً 2 ماه و نیمه باردارم و خدا رو شکر به خاطر اینکه مدام دارو میخوردم و فکر میکردم به خاطر زخم معدم هست دکتر گفت آسیبی وارد نشده به جنین. بعدم داروهامو تغییر داد. من کارمو کمتر کردم و مرخصی طولانی مدت گرفتم و علی کارها رو انجام میداد. کم کم داشتیم برای اتاق بچه یه فکرایی میکردیم. چند شب بود اصلا خواب خوبی نداشتم. با خودم میگفتم به خاطر بارداریمه. علی گاهی دیرتر میومد خونه و خب این منو خیلی کرافه میکرد. چون منم شاغل بودم و تنهایی و بیکاری اذیتم میکرد. وقتی شبها خوابم نمیبرد توی روز میخوابیدم. یه شب انقدر بیخواب بودم با خودم گفتم برم اتاقی که میخوایم برای بچه درست کنیم رو یکم وسایلاشو جمع و جور کنم. شاید اینجوری خسته شدم و خوابم ببره. خونه ما 2 تا خواب داشت که یکیش مال من و علی بود، یکیش هم کلی وسیله از زمان دانشجویی و خرت و پرتامون رو گذاشته بودیم توش. آلبوم و کتاب‌های دانشگاهیمون رو همه رو گذاشته بودیم اونجا. دیگه کتاب‌ها خیلی به کارمون نمیومد. داشتم وسیله ها رو جمع و جور می‌کردم که چشمم افتاد به یه جعبه‌ای که اصلاً این همه سال تا به حال ندیده بودمش. با خودم گفتم مال علیه. لابد عکسای زمان دانشجوییشو مال بچگیاشه. بازش کردم. آلبوم‌ها قدیمی بودن. عکس‌ها خیلی قدیمی بودن. مال زمان بچگی علی. همینجوری که داشتم عکساشو نگاه می‌کردم کلی قربون صدقه یواشکی می‌رفتم. میگفتم خدا کنه بچه‌مون مثل علی باشه. قد و بالای بلند، موهای مشکی، چشمای درشت داشته باشه. لابلای عکس‌ها یه سری عکس بود توی پاکت. وقتی بازش کردم انگار دنیا روی سرم خراب شد. دستام شروع کرد به لرزیدن. عکس‌ها مال شاید دوران مجردی علی بود. همون زمانها که برام تعریف میکرد میرفته تنهایی جنگل کمپ. توی عکساش دقیقاً همون جایی که هر سال برای سالگرد ازدواجمون میرفتیم بود. یه عکس که علی نشسته روی صندلی و پشتش همون کوهه. عکسو برداشتم. بیشتر دقت کردم. دیدم نه خودشه. همون جاست. تا صبح نتونستم بخوابم. توی سرم کلی سوال بود و یه ترس عجیبی افتاده بود به جونم. صبح عکس رو گذاشتم روی میز و به علی گفتم میشه بگی این عکس چیه؟ علی با خنده گفت بابا اینا مال همون موقع هاست خانومم که میرفتم کمپ دیگه. خودت که میدونی. بیشتر عصبانی شدم و بلندتر صحبت کردم. عکس خوب نگاه کن علی. اینجا دقیقاً همون جاییه که هر سال منو میبردی. علی انگار تازه به خودش اومده بود و گفت بده ببینم. عکسو که دید هم تعجب کرد هم میخواست انگار یه جورایی بپیچونه. گفت بابا اینجا شبیه اونجاست. نگاه کن پر درخت سمت کوه. جایی که ما میرفتیم سمت کوه اصلا درختی نبود. یکم بیشتر به عکس نگاه کردم. من مطمئن بودم خودشه. علی بلند شد و گفت به خاطر بارداریت قربونت برم. حساس شدی. غروب که اومدم بیا بریم یکم بیرون برای بچه خرید کنیم و بعدش هم رفت. از فکر عکس بیرون نمی اومدم. وقتی علی رفت سر کار رفتم سراغ جعبه ها. تمام کارتون ها رو خالی کردم. لابلای کارتون باز یه پاکت بود که بازش کردم. روش یه سری شکلای عجیب و غریب داشت. داخلش یه سنگ سیاه بود. قلبم ریخت. دقیقاً شبیه گردنبند من بود. جفتشو گذاشتم کنار هم. وقتی گذاشتم کنار هم یه لحظه احساس کردم باز یکی پشت سرم اومده. فکر کردم علی برگشته. نگاه کردم دیدم کسی نیست. خیلی ترسیده بودم. عکس و کاغذ و سنگ و برداشتم زدم بیرون از خونه. به راحله زنگ زدم.
گفتم من میام خونتون. وقتی رسیدم پیشش انقدر ترسیده بودم و دستپاچه بودم نمیدونستم باز اگر این ماجرا رو بگم راحله چه قضاوتی میکنه. اما بهش گفتم ببین این عکسو، اینم گردنبند من، اینم این سنگ، این کاغذم پیدا کردم. راحله گفت بشین اول بابا، چته؟ برام یه لیوان آب آورد و گفت بخور، مثلا تو شکمت یه بچه است، معلومه چته؟ باز شیطون اومد سراغت. نمیدونم چرا تا اینو گفت حس کردم گردنبند توی گردنم داغ شد. بهش گفتم راحله این عکس عجیبه، این کاغذ، این سنگ، تو رو خدا اینا رو ببین. راحله که دید خیلی ترسیدم با دقت نشست نگاه کرد به همه چیز. با تعجب گفت مریم این کاغذ فکر میکنم طلسمی، جادویی چیزی باشه ها. بیشتر ترسیدم. گفتم چی میگی؟ از کجا میدونی؟ گفت آخه یه بار توی خونه خواهرم همچین چیزی پیدا کردیم، بردیم نشون یه عالم توی شهر ری دادیم. گفت این طلسممو میخواستن خواهرش رو انگار از چشم شوهرش بندازن. من همینجوری با تعجب به حرفای راحله گوش میدادم. راحله یهو انگار تازه به خودش اومد گفت اصلا ول کن، بنداز اینا رو دور بابا، تو حامله‌ای، به فکر خودت باش. خدایی نکرده این استرس ها کار میده دستتا. من به راحله اصرار کردم و گفتم تا علی نیامده بریم شهر ری اینو نشونه همون آدم بدیم. راحله گفت ول کن دختر، ولی اصرار منو که دید انگار میخواست خیال خودشم راحت بشه. گفت من هماهنگ میکنم فردا صبح بریم. تو راه برگشت به خونه مدام فکرم مشغول بود. با خودم میگفتم آخه چرا باید یکی برای زندگی ما طلسم بنویسه؟ ما که به کسی کاری نداریم. فردا صبحش با راحله رفتیم شهر ری و پیش همون شخصی که میگفت به نظر آدم عالم و باسوادی میومد. وقتی که همه چیزو بهش نشون دادیم با تعجب گفت اینا از کجا آوردی؟ گفتم تو لوازم‌های همسرم بود. با ترس پرسیدم چطور حاج آقا؟ یه کتاب جلوش بود مدام ورق میزد و میگفت خدا لعنت کنه اینایی رو که این چیزا رو میندازن تو زندگی مردم. من بیشتر کنجکاو شدم و پرسیدم اینا چی هستن مگه؟ حاج آقا با لحنی که انگار میدونست راحله بهش گفته من باردارم گفت دخترم اینایی که میگم بهت ممکنه باعث بشه بترسی، اما باید کارهایی که میگم و انجام بدی. این طلسم سند ازدواج شیطونه و این سنگ یه سنگ معمولی نیست. سنگی هست که شیاطین و اجنه به رسم ازدواج به هم میدن و این چیزی نیست که تو این دنیا در دسترس باشه. حالم خیلی بد بود. حس می‌کردم گردنبندم خیلی داغ شده. گفتم الان چی کار کنم؟ راحله که دید انگار قضیه جدیه جریان کمپ رو برای اون مرد تعریف کرد. منم در ادامه چیزهایی که دیده بودم و گفتم. حاج آقا گفت گویا بین همسرت و یکی از اون شیاطین ازدواجی رخ داده، ولی شاید خود همسرت هم ندونه. من با عصبانیت گفتم مگه میشه آدم با این چیزا وصلت کنه؟ اینا چیه شما میگید؟ راحله میخواست مدام منو آروم کنه، اما من حالم خوب نبود. احساس خفگی میکردم. بهش گفتم راحله بریم. وسایلا رو جمع کردم. موقع رفتن اون مرده گفت دخترم باید بری جایی که همسرت وصلت کرده کاغذ رو آتیش بزنی، وگرنه اینا دست از سرت بر نمیدارن. شده تا پای جنون میکشونن تو رو. با راحله از در زدیم بیرون. حالم بد بود. دستام میلرزید. اصلا نمیدونستم چی کار کنم. خیلی دل درد داشتم. راحله متوجه حال بدم شد. به زور رفت برام یه نوشیدنی گرفت. همش بهم میگفت آروم باش، تو حامله‌ای. منم غر میزدم و میگفتم منو پیش چه دیوونه‌ای آوردی؟ به تو هم میگن دوست؟ راحله منو رسون خونم و بهم گفت هر کاری داشتم بهش زنگ بزنم. منم سرمو تکون دادم و اومدم توی خونه. احساس سرگیجه خیلی بدی داشتم. وقتی رسیدم توی خونه حس می‌کردم فضای خونه یه جوری شده. یه بوی خاصی مثل آشغال مونده پیچیده بود توی خونه. خودم یادم بود علی زباله‌ها رو برده بود. توی خونه چیزی نداشتیم. با خودم گفتم به خاطر حاملگیه. رفتم توی اتاقم و دراز کشیدم به پهلو خوابیدم و زل زدم به عکس عروسیمون. باز حس کردم یکی پشت سرم دقیقاً پشتم خوابیده.
انقدر ترسیده بودم نفس نمیتونستم بکشم. حس میکردم صورتشو داره میاره نزدیک گوشام که انگار یه چیزی به هم بگه. چشامو بسته بودم و دستمو گذاشته بودم روی شکمم. یه زمزمه بدی توی گوشم شد و گفت اون دیگه مال تو نیست، برو. از شدت ترس جیغ کشیدم و از اتاق بیرون زدم. نمیدونم چجوری پای برهنه اومده بودم توی کوچه. همون لحظه دیدم علی داره میاد. وقتی منو توی اون وضع دید زد روی ترمز و با ترس گفت چی شده؟ چرا اینجوری اومدی بیرون؟ اولش فکر کرد دزد اومده توی خونه. قفل فرمون برداشت و داد زد گفت دزد اومده؟ اصلا روی پاهام بند نبودم، فقط میلرزیدم. حس کردم تمام شلوارم خیس شده. دست زدم دیدم خونه. داد زدم گفتم علی. از حال رفته بودم. توی بیمارستان بودم. نمیدونم چی شده بود. شکمم بدجوری درد میکرد. گریم گرفته بود و داد میزدم میگفتم بچم. علی بالا سرم بود و هی میگفت هیچی نیست عزیزم، آروم باش. دکتر اومد پیشمون و گفت خدا رحم کرده. خانم با خودت چیکار کردی؟ علی با تعجب به من نگاه کرد و گفت مریم جان چیزی شده؟ دزد اومده بود؟ از چیزی ترسیده بودی؟ تا اینو گفت ترس تمام جونمو گرفت. دکتر گفت باید 2 روز بیمارستان بستری بمونم. علی حالش بد بود و مشخص بود توی سرش خیلی سواله. زنگ زده بود به راهله. اونم سراسیمه اومده بود بیمارستان. اومد پیشم. دستشو کشیدم و گفتم هیچی به علی نمیگی راهله. راهله خیلی ترسیده بود و گفت ساکت شو دیوونه، معلوم نیست چته. اگر اتفاقی برای خودت و بچه میافتاد چی؟ اون وقت بعدن اگر علی بفهمه که من تو رو بردم عصبانی تر میشه. من بهش همه چیو میگم. راهله همه چیزو به علی گفت و علی با عصبانیت اومد پیشم و گفت مریم دیگه بس کن. اینقدر دنبال این خرافه ها نباش. دیگه نبینم دنبال این چیزا راه بیفتی. نمیخوام اتفاقی برات بیفته. تا به حال اینقدر عصبی ندیده بودمش. 2 روز گذشت و اومدیم خونه. اصلا نمیتونستم پا بذارم توی خونه. مدام اون بوی بد رو حس میکردم و به علی میگفتم توی خونه بوی بدی میاد. علی همه جا رو همش میگشت و تمیز میکرد. میگفت حتی یه ذره آشغالم نیست. وقتی داشتیم میرفتیم سمت اتاق به علی گفتم من اینجا نمیخوابم. همش حس میکنم یکی تو اتاقه. اما علی باز عصبانی شد و گفت تو رو خدا مریم به فکر خودت و بچه باش. به خدا اینا مال دوران بارداریته. یه سکوت بدی بینمون بود. دلم طاقت نیاورد. رفتم بهش عکس و سنگ و همه چیزو نشون دادم و گفتم میدونی اینا رو توی وسایلات پیدا کردم؟ علی با تعجب گفت مال من نیست به خدا. اینا چی هستن؟ من ماجرا رو براش تعریف کردم و حرفای اون مرد رو بهش گفتم. اما علی زیر بار نمیرفت و میگفت اینا خرافه است. بهش گفتم اگر نریم همون محل کمپ قبلی این کاغذ رو اونجا آتیش نزنیم اینا ما رو ول نمیکنن. علی اصلا زیر بار نمیرفت. انقدر ازش خواهش کردم، التماسش کردم و بهش گفتم به خاطر بچه‌مون بریم. تا آخر قبول کرد. قرار شد آخر هفته بریم. دکتر به علی گفته بود به خاطر شرایطم بهتره سفر طولانی نریم. سعی کرد ماشین یکی از همکاراشو بگیره که توی راه من اذیت نشم. علی مدام غر میزد و میگفت من باید اسیر و بازیچه این خرافه ها بشم. منم مدام میگفتم میریم زود این کارو میکنیم و تموم میشه و برمیگردیم. قبل رفتن باز به راهله خبر دادم ما داریم میریم محل کمپ تا کاغذ و آتیش بزنیم. زود برمیگردیم. اصلا نمیمونیم. صبح پنجشنبه راه افتادیم. علی به خاطر شرایط من هر 2 ساعت توقف میکرد و من کمی پیاده روی میکردم. اگر همیشه نزدیک ظهر میرسیدیم این بار عصر رسیدیم. چون واقعا کمردرد اذیتم میکرد. وقتی رسیدیم توی جنگل حس بدی داشتم. خیلی ترسیده بودم. خیلی. دست علی رو گرفتم و گفتم اصلا دست منو ول نکن. با همینو بسوزونیم و تموم کنیم و برگردیم. علی دستمو گرفته بود که نگاهش یهو افتاد به بالای کوه. دیدم مات شده. دوباره همون صدا پشت سرم بود. دستای علی رو محکم فشار دادم و گفتم علی جان منو نگاه کن. اما علی اصلا انگار صدای منو نمیشنید. بالای کوه باز همون سایه بود. شبیه یه زن بود. اما انگار زن نبود.
ناخودآگاه علی دستم رو رها کرد. رفت سمت کوه. کاغذ و باقی وسایل ها همه تو کیفم بود توی ماشین. مدام داد می زدم علی نرو. اما اصلا صدای منو نمیشنید. هرچی ازم دورتر می شد بیشتر می ترسیدم. یهو حس کردم یکی از پشت دستشو انداخته دور گردنم و اون یکی دستش روی شکمم. در گوشم گفت بهت گفتم برو، اون مال منه. گردنبند توی گردنم داغ شده بود، جوری که داشت گردنمو میسوزون. دستمو به سختی آوردم سمت گردنم و گردنبند رو پاره کردم و پرتش کردم روی زمین. وقتی این کارو کردم انگار بهتر میتونستم نفس بکشم. دویدم سمت ماشین و کاغذ رو برداشتم. علی داشت از کوه میرفت بالا. منم دنبالش میدویدم. اون زنه هنوز اون بالا بود و یه لبخند سرد و وحشتناکی داشت. علی رفت توی غار. اون زنم غیب شد. من مدام جلوی غار فریاد میزدم علی تو رو خدا بیا بیرون، من میترسم. همون بوی بدی که توی خونمون پیچیده بود از توی غار میومد. وارد غار که شدم صدای جیغ‌ها دوباره شنیده میشد. قلبم داشت از جاش کنده میشد. داد زدم گفتم شوهرمو ول کن. اما صداها بیشتر میشد. نزدیکتر که شدم دیدم یه نوری مشخصه، انگار آتیش روشن بود. یه نور سبز و لرزون از ته غار می اومد. مثل آتیش، ولی بی دود، بی صدا. انگار شعله ها از زمین می جوشیدن ولی نمی سوختن. رفتم جلوتر. دیدم علی لخته و چند تا زن دورش حلقه زدن. زنهایی بودن یا نه چیزهای شبیه زن. پوستاشون خاکستری، چشمهاشون سیاه و بی‌مردمک، موهاشون کشیده تا زمین ولی پا نداشتن. صم بودن. صدای آوازشون مثل زوزه گرگ مرده بود. زنها بلند شده بودن دور علی حلقه زده بودن و میچرخیدن. به پاهاشون دقت کردم. دیدم اصلا پا نیست. شبیه سم اسب انگار. یه آواز وحشتناکی میخوندن که انگار بیشتر شبیه جیغ زدن بود و صداشون خیلی بد بود. از ترس نمیتونستم از جام حرکت کنم. اونا مدام نزدیک علی میشدن و به بدنش دست میکشیدن. تو اون لحظه یاد حرف اون مرد روحانی افتادم که میگفت این سند ازدواجه و اگر آتیشش نزنم اینا دست از سرمون بر نمیدارن. با فندکی که از تو ماشین برداشته بودم کاغذ رو از گوشه شروع کردم به سوزوندن که انگار متوجه حضور من شدن. یکیشون به سمت من حمله کرد و با دستش به شکمم زد، جوری که محکم خوردم زمین. علی رو صدا می زدم. اصلا صدامو نمیشنید. کاغذ از دستم افتاده بود. دوباره برش داشتم اما فندک پرت شده بود. قیافه‌هاشون وحشتناکتر میشد. چشماشون قرمز میشد. دیگه صورت واقعی نداشتن. مدام به علی دست میکشیدن. پیش خودم میگفتم باید هر جوری که بود کاغذ رو آتیش میزدم. همون لحظه همون صدا جلوم ظاهر شد. انقدر چهرش ترسناک بود که نمیتونستم حرف بزنم. چشمهایی که اصلا شبیه چشم نبودن. رنگش سیاه و قرمز بود. انگار مردمکش زرد بود. مدام میگفت اون مال ماست. بهت گفته بودیم. با دستش اشاره به شکمم کرد. خیلی ترسیده بودم که مبادا بلایی سر بچه بیاد. صدای خنده هاشون و زوزه هاشون خیلی ترسناک بود. فندک پشت یه سنگ افتاده بود. همون صدا داشت به هم نزدیک می شد و می گفت قربانی بده تا بگیری. نمیفهمیدم منظورش چیه. مدام فندک رو می زدم تا روشن شد و کاغذ آتیش گرفت. وقتی کاغذ شروع به سوختن کرد می دیدم که اون جنها جیغ می زنن و می خوان به سمت من حمله کنن. ولی مدام یکی یکیشون دود می شدن و کل کاغذ رو سوزوندم و علی پرت شد روی زمین. دویدم سمت علی. اثری ازشون نبود. مدام صداش میکردم. زدم توی گوشش. همون جوری بدون لباس بود. وقتی چشماشو باز کرد خیلی ترسیده بود. اصلا نمیدونست چه اتفاقی افتاده. بهش گفتم سریع باید بریم علی. به زور بلندش کردم. رفتیم پایین کوه. وقتی رسیدیم پایین کوه حس کردم تمام بدنم خیس آب شده. دیدم خون داره از بدنم میاد. علی خیلی ترسیده بود.
رسیدیم نزدیک ماشین که صدای جیغ بدی شنیدیم. بازم از توی غار صدا می اومد. با گریه داد زدم علی بریم. اینجا هنوز تموم نشده. اون نگاه هنوز از بالای کوه دنبالمونه. نگاهم یه دفعه به گردنبند افتاد که روی زمین بود. گفتم علی سنگا رو باید از بین ببری. من که حالم خیلی بد شده بود، علی سراسیمه دوید پیشم. یه سایه خیلی بدی دم غار بود. خیلی ترسیده بودیم. ازم پرسید اون مرده نگفت با سنگا چی کار کنی؟ گفتم نه. یاد حرف راهله افتادم که گفت بزن سنگا رو خورد کن بریز توی رودخونه بره. به علی اشاره کردم یه سنگ بردار جفتشو بشکن. وقتی شروع کرد به شکستن سایه انگار نزدیکتر می شد. داد زدم علی بر نگرد، به کوه نگاه نکن. آخه می ترسیدم بازم طلسمش کنن. سنگا رو با تمام زورش زرد خورد کرد. دوید سمت رودخونه و پرتش کرد توی آب. سایه به نزدیکی من رسیده بود. پیش خودم گفتم میخواد بچه‌مو بکشه. وقتی همه سنگا رو ریخت توی آب یهو غیب شد. من از هوش رفته بودم. وقتی به هوش اومدم توی بیمارستان گیلان بودیم. یادم نمیاد چه مدت اونجا بودم. علی کنارم نشسته بود و دستامو گرفته بود و سرش روی تخت بود. صداش کردم علی بچه. یهو انگار که خواب بوده باشه پرید و دوید پرستار رو صدا زد و داد میزد تو رو خدا بیاین. خانومم به هوش اومده. پرستارا اومدم بالا سرم و من فقط به علی نگاه میکردم. درد بدی تو شکمم حس میکردم. پرستار رو به علی کرد و گفت خدا رو شکر به هوش اومده. من به دکتر خبر میدم و بعدشم رفت. به علی گفتم علی بچه چیزی شده؟ علی نگاهشو ازم میدوزید. با یه بغضی که همراه با افسوس بود گفت خدا رو شکر خودت سالمی عزیزم. بازم دستمو گذاشتم روی شکمم. احساس کردم از درون خالیم. اومدم بلند شم از جام که علی داد زد و گفت داری چی کار میکنی؟ تو باید فقط استراحت کنی. بهش گفتم تو چشام نگاه کن. بگو بچه چیزیش نشده. علی گفت بچه رو از دست دادیم. اما مهم تویی عزیزم. همه دنیا انگار روی سرم خراب شد و فقط گریه میکردم. چند روز بعد از بیمارستان مرخص شدم و اومدیم خونه. وارد خونه که شدیم باز بغض گلومو گرفت. نتونستم جلوی خودمو نگه دارم و زدم زیر گریه. علی دستمو گرفت. نشستم روی مبل. بغل دستم نشست. یه مدت هیچی نگفت و سکوت بدی بینمون بود. نگاهم به اتاقی بود که توش وسایل بچه رو گذاشته بودیم. آروم زیر لب میگفتم بچه‌مو ندیدم و از دستش دادم. از درون متلاشی شده بودم. باورم نمیشد دیگه بچه‌مو هیچ وقت نمیبینم. موبایل علی زنگ میخورد. میگفت راهله است. مدام داره سراغتو میگیره. بهش بگم بیاد پیشت باشه. داد زدم گفتم دلم نمیخواد هیچ کسی رو ببینم. میخوام فقط تنها باشم. علی هم هیچی نمیگفت. چند روزی گذشت. من توی تنهایی‌های خودم با ماجراهایی که عین نشخوار ذهنی شده بودن برام هر روز روزا رو میگذروندم و اصلاً خواب خوبی نداشتم. حتی حالم هم خوب نبود. دیگه اون دختر سرزنده و شاداب نبودم. حتی دیگه دلم نمیخواست برم سر کار. یه روز تصمیم گرفتم و رفتم و استعفا دادم. علی در کمال ناباوری مدام ازم میپرسید چرا آخه این کارو کردی؟ اصلا دلم نمیخواست با کسی در ارتباط باشم. حالم خوب نبود. شبا همش کابوس میدیدم تا اینکه بعد از مدتی راهله اومد خونمون. زنگ خونه به صدا در اومد. تعجب کردم که راهله است. چون به علی گفته بودم نمیخوام هیچ کس رو ببینم. با اخم اومد توی خونه و گفت خجالت نمیکشی؟ با منی که دوست چندین سالت هستم، مایی که عین خواهریم، حتی جواب تلفنامم نمیدی؟ راهله داشت ازم گلگی میکرد و من نمیدونم چی شد یهو زدم زیر گریه. جوری گریه میکردم که به حق حق افتاده بودم. راهله دستپاچه شد و گفت چی شده؟ دوید سمت آشپزخونه و برام یه لیوان آب آورد. نشست کنارم، بغلم کرد. گفت قربونت برم. ببخشید اگر با حرفام ناراحتت کردم. داشتم دیگه میترکیدم از غصه. گفتم راهله تو این خونه خفه دارم میشم. هر شب دارم کابوس میبینم. اونا بچه‌مو ازمون گرفتن. راهله با ترس و تعجب گفت کیا؟ چی میگی؟ درست حرف بزن. با گریه میگفتم اون جنها، اونا. راهله شوکه شده بود.
میدونستم ممکنه باور نکنه. بهش گفتم حق میدم که باور نکنی. تمام داستان رو براش تعریف کردم. چشمای راهله گرد شده بود. اصلا نمیتونست حرف بزنه. بهش گفتم راهله میدونی چی شد؟ راهله که هنوز توی شوک بود گفت تو رو خدا مریم دیگه چیزی نگو. بهش نگاه کردم و گفتم راهله انگار خودم دستور قتل بچه‌مو دادم و اونا هم کشتنش. راهله گفت چی میگی؟ درست حرف بزن. داری سکتم میدی؟ بهش گفتم من تمام ماجرا رو برای علی تعریف نکردم. موقعی که اون سایه بالای کوه بود، یکی از اون جنها بالای سر علی بود. علی داشت گردنبند رو و نیمه اون سنگ رو با یه چیزی مثل آجر سوخته خورد میکرد. یکی از اون جنهای زن که اصلا شبیه زن نبود، شبیه بیشتر یه حیوان ترسناک بود، یهو جلوم ظاهر شد. دستش رو انداخته بود دور گردنم و یه دست دیگه‌ش هم روی شکمم مدام فشار میداد. اونی که بالای سر علی بود یه خنجر قرمز دستش بود. انگار میخواست گلوی علی رو پاره کنه. مدام میگفت یکی باید بره، بچت یا اون، خودت انتخاب کن. میدونستم منظورش چیه. من فقط داشتم به علی نگاه میکردم، چون میدیدم که هر لحظه ممکنه اون خنجر رو ببره توی گلوی علی. داد زدم، میگفتم علی، علی. و اون جن با اون دستاش که اصلا شباهتی با دست نداشت، با اون ناخونهای بلندی که داشت، محکم دستاشو فرو کرد توی شکمم. اون لحظه انقدر درد داشتم، حس می‌کردم داره قلبمو از جا میکنه. دستاشو فرو برده بود توی شکمم. دیگه بعدش هیچی یادم نمیاد راهله. فقط به هوش اومدم دیدم توی بیمارستانم و بهم گفتن بچه سقط شده. راهله من به علی نگفتم اینا رو. حالم خوب نیست. من بچه‌مو کشتم. راهله هم یهو با من زد زیر گریه. نمیدونست چی بگه. یه مدت جفتمون ساکت شدیم. راهله اصرار کرد به علی بگم. میگفت حق داره بدونه. ولی من میگفتم نمیتونم بگم. آخه بعد از این اتفاق اصلا رابطمون مثل قبل نبود و من خیلی دیگه با علی حرف نمیزدم. حتی حس میکردم اون جن عشق بینمون رو هم ازمون گرفته. راهله اصرار کرد و میگفت اگر نگم خودش به علی میگه. منم دوست نداشتم این ماجرا رو از کس دیگه ای علی بشنوه. به راهله گفتم امشب خودم همه چیزو بهش میگم تا شاید از شر این کابوس ها خلاص بشم. شب که علی اومد خونه با خودم مدام کلنجار رفتم که اصلا چجوری بهش بگم، چون خود علی هم بعد از اون اتفاقی که توی کوه افتاد انگار دیگه دلش نمیخواست راجع بهش حرف بزنه. رفتم توی اتاق بچه نشستم و علی رو صدا زدم. علی اومد توی اتاق. بهش گفتم بشین میخوام باهات حرف بزنم. علی هم دقیقاً نشست روبروم. گفتم شاید این چیزایی که میخوام بهت بگم بیشتر عصبیت بکنه، اما من دارم دیوونه میشم و حالم اصلا خوب نیست. ممکنه حتی بلایی سر خودم بیارم. علی انگار که ترسیده بود گفت مریم چی میگی؟ حرف بزن. تو که اصلا با من حرفی نمیزنی مریم جان. دیدم حق داره. مدت هاست که اصلا دیگه باهاش صحبتی نمیکردم. دلمو زدم به دریا. بغض بدی توی گلوم بود. بهش نگاه کردم. میدونستم بعد از شنیدن این ماجرا دیگه هیچ وقت علی اون آدم سابق نمیشه. بهش گفتم من باعث شدم بچه‌مون رو از دست بدیم. علی با تعجب گفت چی میگی؟ این حرفا چیه؟ بعد از اون همه اتفاق توقع داشتی با بلاهایی که سرت اومده بود بچه سالم بمونه؟ دکتر میگفت خدا رحم کرده. بدون اینکه بخوام به صورت علی نگاه بکنم خیلی جدی با لحن تند گفتم اصلا حرفامو قطع نکن علی، فقط گوش بده. کل ماجرا رو براش تعریف کردم. یه لحظه حس کردم علی انگار داره گریه میکنه. نگاش کردم. دیدم آره بغض کرده و آروم داره گریه میکنه. منم نمیدونم. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. زدم زیر گریه. علی بغلم کرد. همش میگفت ببخشید. گفت تقصیر اونه این اتفاق افتاده. من بیشتر گریم میگرفت. تو دلم میگفتم آره تقصیر توه. اما از یه طرفی هم میگفتم اون که گناهی نداره. خودش هم نمیدونسته چه اتفاقی براش افتاده. اصلا معلوم نبوده کار کی بوده این طلسم و جادوها. علی بعدش نشست کنارم بغلم کرد. آروم سرمو بوسید و گفت نمیدونستم انقدر دوستم داری. قول میدم همه چیز درست میشه مریم گلی. بهت قول میدم. چند روز از برگشتنمون گذشته بود.
علی سعی میکرد همه چیز رو عادی نشون بده. برام صبحونه درست میکرد. با هم حرف میزد. ولی چشماش یه چیز تو نگاهش فرق کرده بود. بعد از اون شب دیگه هیچ چیز مثل قبل نشد. علی سعی میکرد عادی رفتار کنه. میخندید، حرف میزد. حتی گاهی میگفت همه چی تموم شده. ولی شبها وقتی فکر میکردم خوابه میدیدم بیداره. نشسته لبه تخت، زل زده به پنجره. یه بار آروم صداش کردم علی. بدون اینکه برگرده گفت اون هنوز اینجاست. فقط منتظر دوباره صدام کنه. خون توی رگام یخ زد. گفتم کی؟ خیلی آروم گفت همونی که حقشو ازش گرفتیم. چند شب پیش از خواب پریدم. جای علی کنارم خالی بود. همون حس جنگل دوباره اومد. همون بوی نم و گوگل. آروم از اتاق رفتم بیرون. دیدم جلوی پنجره آشپزخونه وایساده. پرده کنار رفته بود. ماه افتاده بود روی صورتش. ولی صورتش حالتش فرق داشت. لبهاش تکون خورد و با صدایی که کاملا صدای خودش نبود گفت این بار نوبت منه. از پشت سرش نگاه کردم بیرون. روی ساختمون روبروی سایه ایستاده بود. قد بلند، بی حرکت و وقتی فهمید من دیدمش سرشو خم کرد. انگار سلام میده. من نمیدونم اون شب توی جنگل چی شروع شد. ولی یه چیزو مطمئنم. ما فقط یه قرارداد رو سوزوندیم، نه یه وصلت رو. بعضی وصلت‌ها با خون بسته میشن، نه با کاغذ. اگه یه شب از خواب بیدار شدی و دیدی کسی که کنارت خوابیده داره توی تاریکی لبخند میزنه، حتما مطمئن شو اون هنوز مال توه. اگه فکر میکنی این فقط یه داستانه یا اگه حس کردی یه جایی از این ماجرا برات آشناست، حتما برام بنویس. و اگه دوست داری بیشتر وارد این تاریکی بشی، کانال رو سابسکرایب کن، چون بعضی از داستان‌ها هنوز کامل تعریف نشدن. اینجا سرداب تاریکه. تا داستان بعدی، خدا نگهدارتون.